برای نخستین بار دانش آموزان یک مکتب خصوصی در شهر مزار شریف با استفاده از تکنولوژی آموزش می‌بینند. آموزگاران این مکتب با استفاده از شیوه‌ها و تکنولوژی‌های جدید دانش آموزان را آموزش می‌دهند. میرویس بیژن از مزار شریف در این باره گزارش ساخته است. این نخستین گروه 250 نفری از دانش آموزان مکتب خصوصی مختار در مزار شریفند که با بهره‌گیری از فناوری جدید آموزش و پرورش می‌بینند. مسئولین این مکتب خصوصی در مزار شریف میگویند با استفاده از برنامه رازکیدز به دانش آموزان اجازه میدهند تا با نام کاربری و علامت به عنوان رمز در این نرم افزار کتاب‌های مختلف مرتبط به درس مکتب در خانه و در مکتب بخوانند و به آن گوش بدهند. فایده از این است که میتونیم که این مضمونای ریاضی و ساینس و انگلیسی رو برای ما آسان میکنه. یک وقت ترکی رو نمیفهمیدم، در این مکتب که آمدم خوشبختانه در این مکتب ترکی رو درس میداد. اگر ما ترکی رو هیچ کلا نمیفهمیدم، در این مکتب آمدیم هنوزه خوب شدیم، هنوزه در انگلیسی. در کامرس بسیار موضوعات مفید می باشد که مغز ما رو روشن می سازد و بر علاوه که ما انگلیسی چیزا می خوانیم، ترکی هم می خوانیم. ما در مکتب یاد گرفتم که باران چی رقم تشکیل میشه، مثلا از دریا یا از بحر در فضا میره و طرف که هواست همون طرف میره، یخ شده میره همون طرف، همون رقم شاید باران هم شود یا یخ میزنه. این روش برای رشد استعداد دانش آموزان مؤثر بوده و نسبت به سایر دانش آموزان مکاتب رشد سریع در فراگیری زبانهای خارجی نیز داشته است. یونس یکی از دانش آموزان مکتب مختار است. توانسته است در جریان 4 ماه نزدیک به 80 کتاب را بخواند و جایزه کتابخوان سال را به خود کسب کند. 500 رقم کتاب آمد. اگه میخواین بخونین، اگه کسی که میخونه در کتابخانه نامش نوشته میشه و حساب میشه و بعد از سال ما اعلام میکنیم که اون کتابخانه سال برنده شده. ما با کتاب‌های الکترونیکی شاگردان را آشنا می‌سازیم. همین قسم تمام درس‌هایی که از کتابشون است یا فعالیت‌هایی که است به شکل گروهی و آن هم به صورت الکترونیکی پیش میره. از یک بطری کوچک با لاین توانستن یک گروه بسیار خرد را روشن کنن، یعنی به این طریق توانستن دستاورد داشته باشند در قسمت ساینس. البته دانش آموزان مکتب مختار در مزار شریف از سوی آموزگاران داخلی و خارجی آموزش‌هایی را برابر با نصاب تعلیمی اروپا فرا می‌گیرند و دیگر نیاز نیست که به کشورهای اروپایی سفر کنند و در آنجا با سیستم جدید جهان آموزش می‌بینند. مسئولین این مکتب خصوصی در مزار شریف می‌گویند که در کنار آموزگاران روانشناسان را نیز استخدام کردند تا بتوانند دانش آموزان را با توجه به استعدادشان در rüşteهای دلخواهشان تشویق به آموزش کنند. Elektronik kütüphanemizin faydalarından bahsedecek olursak en büyük faydası çocuklarımızın ما برای دانش آموزان کتابخانه‌های برقی ایجاد کردیم که در آن هزاران کتاب جا دارد که چه در خانه و چه در مکتب درس بخوانند و با سویه اروپا برابر آموزش و پرورش ببینند که این به معنی مفهوم اصلی بهره‌گیری از تکنولوژی است که شاگردان را برابر با کشورهای مثل اروپا و آمریکا آماده می‌سازد. قرار است که مکتب خصوصی مختار شاخه‌های دیگر را نیز در ولایت افغانستان ایجاد کند.